اگه گیمری برای همیشه دغدغه ها تموم شده، یه نرم افزار خودش بازی رو دانلود میکنه، کرک میکنه، نصب میکنه، تازه‌ش هم میگه به در سیستمت میخوره یا نه، اسمش جیبازه. بریم تو سیستم، علیرغم اینکه کلی بازی خفن داره، حتی یه سری بازی ها که هنوز کرکش نیومده کرک کیر گذاشته، مثل فیفا 26. بازی های فارسی رو هم که خیلی راحت میتونی اونجا پیدا بکنی، حتی دوبله فارسیاش، زیرنویس جای خودش. یه چیز جالب بهت بگم، مثلا این بازی رو من میخوام نصب بکنم، میرم میزنم دانلود، خود نرم افزار اومده خونده ببینه سیستم چه مشخصاتی داره، این بازی رو که میخوای دانلود بکنی به درد سیستم تو میخوره یا نه. به دردم میخوره، 94% به درد من میخوره. دانلودو که بزنم شروع میکنه دانلود کردن، بعدش هم کرک میکنه، بعدش هم نصب میکنه. اگه فکر میکنی گمش میکنی، بنویس بازی مستقیم، لینک مستقیم دانلودشو میفرستم دایرکتت، برای دوستات بفرست، ازش جا نمونن. این قلبم قرمز کن که من یه جون تازه بیاد تو تنم. خیلی مخلصیم.